سوالت بپرس عباس جون. من خودم آقا توی سوال بپرس از من در مورد سئو. وقتی که می‌خوایم سئو انجام بدیم، اولین مسئله‌ای که برای هر سایتی که می‌خواد سئو بکنه چیه و کجا باید شروع کنه و استارت کار چیه؟ خوبه. عباس رفیقمه اومده میگه یکی میخواد سئو بکنه سایتشو، اصلا من نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. اولین قسمت بخش سئو چیه؟ یکی وقتی تصمیم میگیره سایتشو سئو بکنه، اون بسم الله کار چیه؟ خیلی چیز ساده و ابتدایی هست. ببین موقعی که شما مثلا فرض کن امروز شما یه سایت فروشگاهی رو اندازی کردی، عباس جون بهتون میگم الان سایت تو شما رو اندازی کردی، اولین قدمی که باید برداری اصلا قبل از سئو اینه که محصولات تو توی سایتت بچینی. اگه محصولات نچینی هر کاری بکنی چه اتفاقی نمیفته. فرض می‌کنیم الان محصولات تو چیدی، اگه بخوای فروش زیادی داشته باشی واسه محصولات باید هر کدومش 7 8 عکس بگیری. آیا گذاشتی؟ نذاشتی. 7 8 عکس تو واسه هر محصول میذاری حداقل مثلا 50 تا 20 تا 100 تا محصول میذاری، دسته‌بندیات مشخص می‌کنی و دسته‌بندی در واقع انواع تفکیک‌هایی که شما باید توی سایت داشته باشی که مشتری بتونه خیلی راحت به اون دسترسی داشته باشه. واسه الگوریتم می‌بینی توی دیجیکال. البته عباس دسته‌بندی سایت شما من بهش یه ذره گفتم، خودش هم رفت پیگیری کرد، اینا رو درست کرد. یعنی مثلا در واقع قطعات لپتاپ و کیس و اینا میفروشه، دسته‌بندی‌های زیادی داره. سایت چی باز کنم؟ میگارایا هاست کن عباس جون. یکی از ابتدایی ترین چیزای سئو اینه که هاست باید خیلی سرعتش زیاد باشه. اینکاگنیتو سایت هم سریع میاد بالا. هاست از کجا گرفتی؟ فارس وی دی اس. من حالا میتونی باهاشون صحبت بکنی که هاست پرسرعت بدن. من شخصا لیمو هاست و 7 هاست این چند وقت اخیر کار می‌کنم. هاستای ووکامرسیشون خیلی خوبه. اگه سایت فروشگاهیه باید ووکامرسی باشه که سرعت خیلی خوبه. اگر از نظر هزینه مشکلی نداری. محصولات تو وارد کردی، ویژگی محصولات پر می‌کنی. اولین چیز خیلی ساده اینه که الان جوست تو نصب کردی یا رنگ مسو؟ جوست نصب. بس کردی به چیز سرچ کنسول؟ نه هر بس نکردم چون کامل نشد. خب بس کن دیگه. صفحات اضافی سایت تو پاک کن. اینا قدم‌های ابتدایی دارم میگم. صفحات اضافی که الان اگر سایت تو وصل بکنی به گوگل نمیخوای ایندکس بشن باید کلا پاک بکنی. پاک بکن که وصل کردی دیگه مثلا یکی دو تا صفحه محصول باشه که نمیخوای ادیتش کنی، صفحه برگه ها مقاله. وصل کردی به سرچ کنسول، بعدش اینه که نقشه سایت تو که اتوماتیک میسازه، افزون سئویه. بعد باید نقشه سایت تو بهینه‌سازی بکنی. چون مثلا شما به صورت پیش‌ورز رنگ مثلا یا حالا یوسو نصب می‌کنی یا هر چیز سئویی، میری تو نقشه سایت می‌بینی چند تا مثلا نقشه سایت برگه ها رو ساخته، نقشه سایت چیزا رو ساخته، محصولات رو ساخته، دسته‌بندی محصولات، بعد می‌بینی نقشه سایت برچسب‌ها هم ساخته، نقشه سایت اسلایدرهای وودمارت هم مثلا اگه پوست وودمارت نقشه سایت اسلایدرها هم ساخته. خیلی چیزای زیادی میسازه که یه سریاشون اصلا واجب نیست. مثلا نقشه سایت اسلایدرهای وودمارت رو بعد برداری یا نقشه سایت بلوک اچ تی ام ال میسازه اتوماتیک، اینا رو بعد خاموش بکنی. از کجا از توی تنظیماتمون افزونه سئویه. اینا ابتدایی ترین چیزا هم. بعدم که میتونی سرچ کنسول نقشه سایت رو بعد دستی به سرچ کنسول معرفی بکنی. نمیدونم معرفی کردی یا نه. یو آر ال های صفحات حتما باید سعی بکنی انگلیسی باشه. آره و اینکه بعد از اون عکسایی که توی سایت آپلود می‌کنی باید وب کی باشن، وب کی فشرده که با فتوشاپ می‌تونی همه عکس‌ها رو خروجی وب کی بگیری یا اینکه دست جمعی بندازی. سایت‌ها این کارو می‌کنن ولی حالا شاید هست برنامه ایکس ان کانورت فوق العاده است. برنامه ایکس ان کانورت میگه من کار نکردم تا ولی احتمالاً باشه. فشرده هم می‌کنه. عکس دومگی رو کات 30 کیلوبایت دست جمعی انجام میده، فوق العاده سریع، رایگان. فقط نکته که بعد از خود سایتش بگیری، از سایت ایران میگیریم کار نکنه. میگه برنامه رو باید دانلود بکنیم، فشرده سازی خیلی زیادی انجام میده. دومگو مثلا عکس دومگی رو میکنه 200 کیلوبایت که خیلی خوب باشه. توی فتوشاپ من خودم اینجوری هم که یه دونه اکشن تعریف میکنم، یه سری فرآیندها رو بهش تعریف میکنم، بعد مثلا یهویی 500 تا عکس رو بهش میدم، یه دفعه میاد اون مثلا ریسایزش میکنه، فرمتش عوض میکنه، یه خورده کیفیتش رو کم میکنه، متناسب با وبش میکنه، بعد فایل نیمش هم عوض میکنه و ذخیره میکنه. بعد از این تولید محتوا توی در مورد هر کدوم از دسته‌بندی‌های محصولاتت بعد 50 الی 100 تا تولید محتوا بکنی. بعد از مقاله ها به اون دسته‌بندی بعد لینک بدی. بعد میتونی یه دونه افزونه اینلاین ریلیتد پست نصب بکنی که همه مقاله ها به هم دیگه به صورت خودکار لینک بشن. این میشه لینک سازی داخلی مقالاتت. بعد میتونی یه افزونه مثلا اینترلینکس یا اتو لینک منیجر یا همچین چیزی نصب می‌کنی، کلمه کلیدی رو میدی، کلمه کلیدی هر سفر میدی، با یو آر الش میدی، این اتوماتیک برمی داره کل صفحات و مقالات و محصولات و دسته‌بندی رو همه رو ادیت می‌کنه، هر جا اون کلمه کلیدی بود لینک میده به اون دسته‌بندی. چی بود این افزونه اتو لینک منیجر اسمش اینه. من اینترلینکس هم هستش، اینم کار می‌کنه. مثلا اینجوریه که شما فرض کن 200 تا مثلا شاید یه پروژه بگیری که قبلا توش 500 تا محتوا نوشته شده باشه و مجموعاً 1000 تا صفحه داره. این خود دستگیرش کردنش سخته. این افزونه رو می‌ریزی، مثلا میگه آقا هر کجای مقاله های من کلمه خرید لپتاپ بود، اینو بیا لینک بده به صفحه اصلی. هر کجا کلمه لپتاپ مثلا استوک بود، لینک بده به صفحه لپتاپ استوک. اینجوری میتونی یه دفعه توی یه روز مثلا 5000 تا لینک داخلی توی سایتت بسازی. لینک داخلی چه دردی می‌خوره پاس؟ میدونی کارش چیه؟ لینک داخلی کارش اینه که خزنده های گوگل میتونن راحت‌تر صفحات شما رو پیدا بکنن. شما یه صفحه پیدا می‌کنه، از طریق لینک هایی که توی اون صفحه گذاشتی صفحات دیگه رو هم میگرده پیدا می‌کنه. یعنی شما اگر محتوا توی سایت 1000 تا گذاشته باشی و خزنده های گوگل بیان این لینک سازی انجام نده باشی، نهایت میتونن مثلا به اندازه نرخ خزش گوگل به شما میتونی ایندکس بگیری. یعنی گوگل میگه آقا این وبسایت روزانه 500 تا دونه نرخ خزششه، فقط 500 تا از اون صفحات دیده میشه، بقیه‌اش کلا میمونه. حالا 500 تا میگم زیاده، تو سایت تازه تاسیس 7 8 تا دونه است. با لینک سازی کمک می‌کنی به ربات‌های به خزنده های گوگل که بیان صفحات جدید رو زودتر پیدا بکنن و هر چقدر به یک صفحه بیشتر لینک داخلی داده باشی، در واقع به گوگل داری توضیح میدی که این صفحه واسه مهم‌تره. پس یعنی ته لینک سازی داخلیات بیشتر باید بیاد به سمت صفحات دسته‌بندی محصول. اگر سایت فروشگاهی، اگر خدماتی به صفحه خدمات باید بره. اگر مقاله است به صفحه دسته‌بندی مقاله، نه سایت خبریه به صفحه دسته‌بندی خبری باید بره. یعنی همچین حالتی. دیگه چیکار می‌تونی بکنی؟ توی سایت که سئو بشه شماره‌هاتو که بعد بذاری، شماره تماس و خیلی شماره تماس خیلی مهمه که تو هم هدر باشه، هم فوتر باشه، هم لابلای محتوا باشه، هم توی لیست محصول سمت راست توی سایت بار باشه. تاثیر ویدیو توی ویدیویی که داخل سایت می‌ذاریم توی سئو چیه؟ خیلی فکر می‌کنم ویدیو فقط یوتیوب و تاثیر ویدیو و اینستاگرامه، ولی تو سایت تاثیر ویدیو روی سایت توی ویدیو بعدی. این فکر کنم تا اینجا دیگه اوایل وبسایت دیگه، یعنی شما یه سایت می‌زنی. من سوال دارم میگی گفتم شاید آها نه سوالا الان الان فکر کنم صدای تو خوب نمیافته، صدای من خوب داره میافته، فکر کنم بعد اون میکروفونمون دوربین روشن کنم فکر کنم. حالا پس یه جنبندی کلی بکنیم. شما یه سایت تازه تاسیس که می‌زنی، اولین کاری که می‌کنی اینه که نقشه سایت رو درست می‌کنی، افزون سئو رو درست می‌کنی. آخه صدای من خوب نمیافته، روز دستم باشه. سایت تازه تاسیس که بذار بگم، سایت تازه تاسیس که می‌زنید آقا عباس ول کن.
سایت تازه تاسیس که می‌زنید اولین کاری که باید بکنید محصولاتتون رو اضافه بکنید، توضیحاتش رو اضافه بکنید، دسته‌بندی محصولات رو اضافه بکنید، افزون سئو رو نصب بکنید، نقشه سایتش رو بهینه بکنید، به سرچ کنسول وصلش بکنید، نقشه سایت رو به سرچ کنسول اختصاصی وصل بکنید، لینک سازی داخلی رو کارش انجام بدید. یک افزونه فهرست مطالب خودها کار هم نصب بکنید. اسمش چی بود؟ الان نمیدونم اگر بتونم ببینم. یه افزونه اینتر اینلاین ریلیتد پست که خیلی مهمه. یه افزونه اوتو اینترلینکس منیجر واسه لینک داخلی. یه دونه تیبل اف کانتنت، یه دونه افزونه‌ای که من استفاده می‌کنم همیشه لاکی WP تیبل اف کانتنت که واسه درست کردن فهرست مطالب روی تمام مقاله‌های شما بالای مقاله به صورت خودکار فهرست مطالب درست می‌کنه. این دوباره واسه گوگل خیلی مهمه، چون دوباره میتونه خیلی راحت‌تر تشخیص بده که قسمت‌های مختلف مقاله شما چه چیزایی نوشته شده. دیگه چی دارم میدونم؟ این اولشه دیگه، یعنی همین کارو انجام بدید، دسته‌بندی‌ها رو درست کنید، تولید محتوای واسه هر کدوم از دسته‌بندی‌های سایت 50 تا دونه تولید محتوا بکنید که موضوعاتش یکی نباشه. قول بهت میدم این کارو مستمر 3 ماه انجام بدی، ورودی شما شروع میشه و 50 تا ورودی 100 تا ورودی میرسی بعد از گذشت 6 7 ماه. امیدوارم این ویدیو کارتون اومده باشه.